دو ساکنی جماعت واروخ ناحیه اسفرک 3 هفته پیش از طرف مرزبانان قرقیزستان بازداشت شده بودند. بعد از پرداخت جریمه به تاجیکستان برگشتند. مرافعه دادگاهی آنها روز 5 نوامبر برگزار شد. نور محمد کریموف، یکی از نزدیکان بازداشت شده ها، به رادیوی آزادی گفت که دادگاه ولایت بادکم با اسجان بابا حسن و دلشاد کریموف را به عبور غیر قانونی مرز گناهکار دانست و هر دو را 74,000 سامانی برابر به بیش از $7,000 جریمه بست. نور محمد کریموف میگوید این دو ساکنی جماعت واروخ پس از پرداخت جریمه آزاد کرده شدند. دو ساکنی جماعت واروخ را شام 14 اکتبر هنگام شکار در موضع پل آفتاب رویه سرحدبانان قرقیزستان بازداشت کرده و به بادکن برده بودند. نزدیکان دو شهروند بازداشت شده تاجیکستان میگویند بابا حسن و کریموف در چراگاهی متعلق به تاجیکستان بازداشت شده بودند، ولی این ادعا را مقامات قرقیزستان رد میکنند. مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر درازی دارد که تاکنون بیش از 500 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. در منطقه های نامعین و بحث برانگیز بارها بین ساکنان دو کشور جنجال و زنازنی صورت گرفته و به خونریزی کشیده است. بازداشت شهروندان دو طرف هم در مناطق صورت میگیرد که بحث برانگیزند و هر دو کشور آنها را قلمرو خود میشمارند.